گرایشی که در واقع یک گرایش مهم و کاربردی توی رشته مهندسی عمران هست. بحث همطور اسمش هم مشخص هست حمل و نقل و مدیریت و در واقع برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هست. ما سیستم های حمل و نقلی که خب طبیعتا داریم سیستم حمل و نقل زمینی هست، دریایی هست، هوایی هست. حالا خود زمینی باز مثلا تو تیکه میشه جاده‌ای و ریلی تقسیم میشه. این در واقع یک گرایش مدیریتی هست و به نوعی بحث‌های مدیریتی در زمینه حمل و نقل رو و زیرساخت‌های حمل و نقل رو بهش می‌پردازه. بحث ترافیک، بحث ایمنی جاده ها، اینا توی گرایش حمل و نقل مطرح میشه. خب یکی از ارکان اصلی توسعه شهری و توسعه صنعتی بحث حمل و نقل هستش و در حقیقت تو این گرایش بحث طراحی راه‌ها، بحث‌های در واقع توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی، بحث‌های مهندسی ترافیک، ایمنی جاده‌ها، ایمنی شبکه‌های حمل و نقل، اینا در واقع توی این گرایش کلا مورد مطالعه قرار میگیره و عرض به خدمتتون که در حالت کلی میتونیم بگیم گرایش حمل و نقل یکی از پایه‌های اصلی توسعه شهری هستش و روش‌های تحلیل طراحی داره تو این گرایش که میان شبکه‌های حمل و نقل رو طراحی میکنن که به نوعی حالا بحث بارهای ترافیکی توش در واقع دیده بشه، بحث شرایط آب و هوایی توش دیده بشه و ما عملا شبکه حمل و نقل ایمنی رو داشته باشیم. بچه میدونید ایمن ترین سیستم حمل و نقلی در دنیا چی هست؟ کسی میدونه؟ از همین بحث حمل و نقل بین زمینی، هوایی و جاده‌ای و دریایی ایمن ترین اگه گفتید چی هستش؟ نه ببینید بچه ایمن ترین سیستم حمل و نقلی در دنیا سیستم حمل و نقل هوایی هستش. با توجه به فراوانی شما اگه بله هواپیما هست شما اگر در واقع سیستم ترافیک هوایی رو مشاهده کنید در هر لحظه توی سطح جهان می‌بینید که با توجه به اون حجم حمل و نقلی که سیستم هوایی انجام میده از لحاظ تعداد مسافر و وزن کالایی که داره در واقع جابجا میشه نسبت به سایر در واقع سیستم های حمل و نقلی ایمنی اون بسیار بالا هستش. به هر حال این موضوعی هستش که تو سیستم های حمل و نقلی مورد مطالعه قرار میگیره. خب عرض کنم که یک مهندس حمل و نقل، کسی که حالا توی گرایش حمل و نقل تحصیل کرده، مهمترین وظیفش اینه که افزایش ایمنی به سیستم حمل و نقلی بده. حالا افزایش ایمنی جاده ها، بزرگراه ها و در واقع چون معمولا بیشتر تصادفاتی که تو جاده اتفاق میفته به دلیل طراحی نادرست اون جاده است. یعنی استانداردهای ایمنی که برای اون جاده باید رعایت بشه رعایت نشده و جاده های ناایمنی داریم در واقع ما خصوصا تو کشور خودمون. مثلا دارم میگم شما جاده ای رو دارید که تو اون جاده مثلا با توجه به ناهمواری زمین، با توجه به اون شیب جاده و با توجه به پیچ و خم هایی که اون جاده داره مثلا سرعت مجاز تو اون جاده باید مثلا 40 باشه ولی خودرانی مثلا 100
کیلومتر بر ساعت سرعت میرن. خب این عملا از لحاظ کنترلی شاید نشه در اون پیچ و خم ها ماشین رو کنترل کرد و باعث ایجاد تصادفات میشه. ما عموما طراحی جاده های ما طراحی های ما ایمنی هستند و طراحی های قدیمی هستند که بر اساس حالا ماشین های قدیمی بودن، با اون ماشین ها با یه شتاب و سرعتی حرکت میکردن. الان ماشین ها بروز شدن و اصلا سرعت و شتابشون بالا رفته و به اصطلاح در حقیقت از لحاظ سرعتی سرعت بالاتری رو میرن ولی ایمنی پایین تری دارن و این باعث ایجاد همین تصادفات میشه و باعث ایجاد در واقع خسارت های جانی میشه در تصادفات جاده ای. خب یه مهندس حمل و نقل باید بیاد این به اصطلاح مسائل رو ببینه در طراحی جاده ها و بعدا حتی ما میبینیم که جاده ها رو میان اصلاح طرح هندسی میکنن. اینا همه از وظایف مهندس حمل و نقل هستش و عملا وقتی که یک مهندس حمل و نقل این کارها رو انجام بده در زمینه جاده ها، افزایش ایمنی باعث میشه که ما کاهش تصادفات رو داشته باشیم و به نوعی حمل و نقل ما حمل و نقل ایمنی باشه. خب مثل که از گرایش تخصصی و حیاتی مهندسی عمران گرایش حمل و نقل هستش که خصوصا ما وقتی افزایش جمعیت و توسعه شهرها رو داریم اهمیتش بیشتر خودش نشون میده. درس هایی که شما عرض کنم که در این گرایش عرض کنم که خواهید داشت، یکی بحث طراحی راهها و طراحی بزرگراه‌ها هستش، درس مهندسی ترافیک هست، درس در واقع برنامه‌ریزی حمل و نقل هستش و درس طراحی سیستم‌های حمل و نقل عمومی هست. بحث ایمنی در حمل و نقل هست و روش‌های مدل سازی حمل و نقل. این درسایی هستند که شما تو گرایش حمل و نقل توی مهندسی عمران دارید و حالا اینجوری نیست که همش رو باید پاس کنید. یه سری مثلا درس‌ها به صورت اختیاریه، شما میتونید انتخابشون کنید و اینا رو بگذرونید. و از لحاظ زمینه‌های کاری که تو گرایش حمل و نقل اگر حالا دوست داشته باشید میتونید کار کنید، عرض کنم که در حقیقت طراحی برنامه‌ریزی شبکه‌های حمل و نقل هست، مشاور توی پروژه‌های راهسازی، تو پروژه در واقع بزرگ راهسازی یا مثلا نظارت داشته باشید تو این پروژه یا بحث‌های پژوهشی رو پیش ببرید. میشه کارهایی که میشه به عنوان زمینه کاری توی گرایش حمل و نقل پیش ببرید. گرایش بعدی که در واقع مهندسی عمران داره و خیلی هم گرایش میشه گفت مهمی هست، گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی هست. خب ببینید دوستان، این گرایش در حقیقت خب گرایش آب و سازه هیدرولیکی یکی از گرایش تخصصی توی مهندسی عمران هستش که بحث‌های مدیریت منابع آب و طراحی سازه‌های آبی و عرض کنم کنترل جریانات آب و این گونه مسائل توی این در واقع گرایش مورد مطالعه قرار می‌گیره و عملا ما زیرساخت‌های یعنی
زیرساخت‌های آبی ما، مدیریت سیلاب‌ها، نمیدونم تأمین آب شرب، تأمین آب کشاورزی و حتی تولید انرژی از منابع آبی، بحث مثلا نیروگاه‌های آبی، اینا همه توی این در واقع توی این گرایش مورد مطالعه قرار میگیره و ما چالش هایی که به عنوان چالش های زیست محیطی داریم که اون بحث تغییرات اقلیمی هست، کمبود آب و اینا هستش و حتی بحث افزایش تقاضا برای منابع آبی، این اهمیت این گرایش رو بیشتر میکنه و به نوعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در واقع شناخته میشه که مهندسان در واقع این گرایش، مهندسانی که تو این گرایش مطالعاتشون رو انجام دادن، با استفاده از علومی مثل هیدرولوژی، بحث‌های هیدرولیک، اینا میان طراحی سیستم‌های آبی و طراحی سیستم‌های آبی پایدار رو برمقام میارن و مدیریت منابع آب یکی از مهمترین وظایف مهندسان آب هستش که در واقع چون ما افزایش جمعیت رو در پیش داریم و همینطور هدایت جمعیت افزایش پیدا میکنه و تغییرات اقلیمی رو داریم و اون بحث های کمبود آب به خصوصا این روزها، این سالها ما خیلی راجبش میشنویم، چه تو ایران چه تو کشورهای دیگه. ما نیاز در واقع یک مدیریت کارآمد منابع آب رو باید داشته باشیم که به نوعی بتونیم برای تأمین آب شرب و تأمین آب کشاورزی و تأمین آب که برای صنعت مورد استفاده قرار میگیره، باید در واقع فعالیت‌هایی رو انجام بدیم که با استفاده از حالا اون نزولاتی که از در واقع آسمون هست و اون سیلاب هایی که اتفاق میفته، اینا رو کنترل کنیم و بتونیم آبش رو به نوعی در منابع ذخیره کنیم و بتونیم استفاده کنیم. توی این رشته روش های نوینی برای بحث طراحی و تحلیل کنترل سیلاب ها و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها انجام میشه و عملا ایمنی به اصطلاح مناطق سیل خیز و مناطقی که در معرض سیل هستند در واقع مورد مطالعه قرار میگیره. خب ما با توجه به که توسعه ساختار شهری رو داریم، توسعه صنعت رو داریم، نیاز به استفاده از انرژی بیشتری هم در واقع احساس میشه و این نیاز به انرژی، یعنی این انرژی باید از طریق در حقیقت یکی از راههایی که برای مثلا انرژی برق، یکی از راهایی که برای تولید انرژی هستش، میتونیم از منابع آبی استفاده کنیم. خب ببینید ما مثلا سدهایی رو داریم که کشور خودمون هم خوشبختانه هستن، سدهایی رو داریم که این سدها درونش نیروگاه‌های آبی هستن و این نیروگاه‌ها به نوعی در واقع یه توربینی هست که این توربین توسط فشار آب در واقع به حرکت در میاد و این حرکت در ژنراتورها میاد برق رو تولید میکنه. خب بنابراین ما میتونیم بگیم که در واقع یکی از منابع تولید برق در کشور ما نیروگاه‌های آبی هستن و عرض به خدمتتون که اینا همه در همین گرایش سازهای هیدرولیکی مطالعاتش انجام میشه، ساختش و در واقع نگهداریش. خب عرض کنم که دروسی که حالا
شما در واقع در این گرایش شما در مهندسی عمران دارید، درس‌های از جمله درس هیدرولیک، هیدرولوژی، بعد عرض کنم که طراحی سازه‌های آبی و عرض خدمتتون که مهندسی رودخانه که مربوط به بحث‌های رودخانه و این موارد هست و عرض خدمتتون که بحث‌های مدیریت منابع آب و روش‌های عددی که در هیدرولیک هست. این درسایی هستند که شما توی این گرایش مطالعه می‌کنید و از لحاظ زمینه کاری هم زمینه کاری متنوعی داره این در واقع گرایش و اونم تحلیل طراحی سیستم‌های آبی مثلا سدها، کانال‌ها هستش، یا به عنوان مشاور توی پروژه ها میتونید باشید یا به عنوان ناظر توی این پروژه ها میتونید باشید یا بحث‌های پژوهشی رو دنبال کنید که میتونید تو بحث‌های مهندسی آب ادامه بدید. بچه گرایش دیگه‌ای که عرض به خدمتتون که در زمینه مهندسی عمران هست گرایش محیط زیسته که این گرایشیه که به اصطلاح خیلی هم امروز طرفدار داره، اهمیت زیادی داره گرایش محیط زیست. اونم به این دلیل که ما افزایش رشد جمعیت شهری رو داریم، افزایش شهرنشینی رو داریم و عرض کنم که پروژه های عمرانی عملا تاثیرات بسیار زیادی رو بر محیط زیست ایجاد میکنند و ما تو گذشته شاید اصلا توجه کمتری میشد به این موضوع، ولی امروزه با توجه اینکه در حالا کل جهان در واقع بحث های تغییرات اقلیمی مطرح هست، کاهش منابع طبیعی و بحث آلودگی های گسترده مطرح میشه، این در واقع گرایش رو اهمیتش رو بیشتر جلوه میده و مهندسان عمران باید در واقع توی مطالعاتی که تو گرایش محیط زیست دارن باید نقش مهمی رو در کاهش آلودگی هوا، کاهش در واقع آلودگی آب و حتی کاهش آلودگی خاک رو در واقع انجام بدن و به نوعی پروژه ها و اون در حقیقت ساخت و سازهایی که در بحث‌های مهندسی عمران هست باید تخریب منابع طبیعی رو نداشته باشه و ما حالا میبینیم مثلا دارم میگم شما یه ساختمان مسکونی رو که میخواید احداث کنید، خوشبختانه شهرداری ها این اجازه رو نمیدن که مثلا حتی یه درخت کوچیکی که توی مثلا کنار خیابون هست به راحتی مثلا قطع بشه، میان جریمه هایی رو براش در نظر میگیرن که اون بحث های در واقع محیط زیستی رو دیده باشن و عرض به خدمتتون که پس بحث حفاظت محیط زیست یکی از مسائل مهمیه که توی گرایش محیط زیست از رشته مهندسی عمران مطرح هستش و ما توی این گرایش این مطالعات رو داریم، این آموزش رو داریم که همزمان که نیازهای توسعه شهری رو میریم پوشش میدیم، بحث‌های حفاظت محیط زیست رو هم درش ببینیم و اون تخریب منابع رو به حداقل برسونیم و حداقل اثرات منفی پروژه ها رو بر محیط زیست داشته باشیم و فرض کنم که حالا پروژه های عمرانی که مثلا سدسازی، الان همون پروژه سدی که خدمتتون گفتم اون یه اثر زیست محیطی خیلی بدی رو بر حالا جامعه ایجاد کرد. خب این باید دیده بشه توی طراحی پروژه ها، خصوصا سدسازی، راهسازی، ساختمانسازی و حالا پروژه های زیرساختی، همه اینا میتونن تاثیرات منفی رو به اکوسیستم و منابع طبیعی کشورها داشته باشن و باید این در ابتدای امر دیده بشه این مسئله. خب ما میتونیم در واقع برای اینکه بهبود منابع آب داشته باشیم مثلا مثال سیستم های دفع فاضلاب رو ایجاد کنیم، ساخت
تصفیه خانه‌های فاضلاب رو ایجاد کنیم که بتونیم در واقع تا حدودی منابع آبمون رو اینجوری تقویت کنیم. یعنی سیستم های فاضلاب رو قبل از اینکه فاضلاب ها دفع بشن بیایم تصفیهشون کنیم و با تصفیه کردنش عملا میتونیم دوباره به چرخه بازگردونیمش، یعنی بره مثلا به عنوان مصارف صنعتی یا مصارف کشاورزی ازش استفاده بشه. و عرض کنم که حتی تو مصارفی برای ساخت و ساز پروژه ها میتونه از اون آب تصفیه شده ناشی از فاضلاب استفاده بشه. و در حالت کلی میشه بگیم که مهندسان عمران در گرایش محیط زیست یه مسئولیت اجتماعی دارن که در قبال حفظ منابع طبیعی و بحث سلامت عمومی هستش که به نوعی شرایط زندگی انسانها رو در واقع بهبود میبخشه و مشکلات زیست محیطی رو در سطح کلا جهان کاهش میده. این میشه بحث یه مقدمه در رابطه با گرایش محیط زیست. که حالا شما تو بحث گرایش محیط زیست تو دانشگاه درس هایی رو دارید که این درس ها عملا میتونید این رو داشته باشید و این درس ها رو یاد بگیرید، مثل مهندسی فاضلاب، مهندسی آب و فاضلاب، بعد مدیریت پسماند، بحث آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست و روش های تصفیه آب و فاضلاب. اینا درسایی که گرایش محیط زیستن و از لحاظ زمینه های کاری هم که خب مشخصه دیگه، طراحی، بحث های طراحی سیستم های تصفیه آب، سیستم های تصفیه فاضلاب و عرض کنم که بحث آب شیرین کن، بحث های در واقع مدیریت پسماند، نمیدونم نظارت بر پروژه زیست محیطی و در نهایت هم پژوهش در این زمینه ها میتونید داشته باشید. خب بچه یه استراحت خیلی کوتاهی داشته باشیم و بریم برای ادامه کار. ما کلاس رو در حقیقت ادامه میدیم. الان 9:18 هست. 9 بچه 25 دقیقه ادامه کلاس رو
صدا نداری؟ بچه صدا هست. خب از کنم که یه لحظه باشه من جواب تلفن رو بدم.
خب ببخشید من تلفنم طول کشید یکم. صدامو دارین؟ خب یکی از گرایش‌های دیگه‌ای که توی مهندسی عمران هست و گرایش بهروزی هم هست و گرایش در واقع خیلی خیلی مهم هم هست و خیلی از لحاظ کارایی خیلی گرایش جدیدیه و حتی داخل کشور و حتی خارج از کشور خیلی این گرایش مورد استقبال قرار میگیره و زمینه کاری خیلی بالا داره. هم گرایش مدیریت ساخت است که تحت عنوان مثلا مهندسی و مدیریت ساخت این گرایش چنین عنوان می‌داره. گرایش مهندسی و مدیریت ساخت خیلی در واقع نقش کلیدی هست رو ایفا میکنه توی مهندسی عمران و عملا این گرایشی که در حقیقت میتونیم بگیم ترکیبی از دانش مهندسی و مدیریت و اقتصاده. هدفش هم در واقع همونطور که از اسمش مشخصه مدیریت و برنامه‌ریزی و هدایت و کنترل پروژه‌های ساخت‌وسازی. هر پروژه ساخت‌وسازی از سد گرفته تا فرودگاه تا ساختمان تا بیمارستان راه هر چی بگیم اینو شامل میشه و در حقیقت هدفش افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت اجرای ساخت. ما در گرایش مهندسی مدیریت ساخت روش های نوین برنامه ریزی رو داریم مثلا نرم افزارهای زمانبندی، نرم افزارهای مثل MS پروژه که برای کنترل پروژه استفاده میشه. با استفاده از اینا میایم کاهش در واقع زمان پروژه های عمرانی رو انجام میدیم و جلوگیری میکنیم از تأخیرهایی که تو پروژه ها میفته و عملا یه هزینه ها رو توش میبینیم، یه کنترل هزینه ها رو داریم، بودجه بندی صحیح پروژه ها رو داریم و اون افزایش هایی که غیر منتظره هست توی هزینه پروژه با استفاده از این روش ها جلوگیری میشه ازشون. و عرض به خدمتتون که در حقیقت میشه گفتش که پروژه عمرانی خب شاید بدونید دیگه خیلی فعالیت پیچیده ای هستش و پر ریسک هست. یعنی شما مثلا کسی که یک فرآیند ساخت و ساز رو انجام میده خب میدونید دیگه هزینه های بسیار هنگفتی رو متحمل میشه برای ساخت پروژه. اگه حالا این بازگشت نداشته باشه براش، اگه این در اون سود که مد نظر هست رو نداشته باشه عملا خب دچار مشکل میشه. پس بنابراین با استفاده از مسائل کنترل پروژه ما میتونیم این در واقع ریسک ها رو کاهش بدیم که به نوعی پروژه رو از روز اول ببینیم که آقا این پروژه قرار چقدر سود به ما بده، قرار چقدر هزینه داشته باشیم. این میشه بحث‌های کنترل پروژه و عملا این گرایش نقش مهمی رو توی حتی ایمنی کارگاه ساختمانی هم داره. یعنی با استفاده از استانداردهای ایمنی و نظارت بر اجرای ایمنی، مسائل ایمنی، کاهش حوادث و افزایش سلامت کارگران رو هم شاملش میشه و حتی بحث طول عمر و دوام سازه رو هم میتونیم افزایش بدیم با استفاده از اینکه کنترل دقیق کیفیت مسائل و کنترل بر فرآیندهای اجرایی ما دوام سازه رو هم میتونیم افزایش بدیم و عملا یک سیستمی هست تحت عنوان بیم یا BIM که در واقع مخفف Building Information Model هستش که یه سری مدل سازی های اطلاعات ساختمون رو انجام میده و به نوعی از روز اول قبل از اینکه اصلا پروژه شروع به احداث بشه شما یعنی کامل
تک تک آیتم ها و جزئیات اون ساختمون رو طراحی و بررسیشون میکنیم و عملا این یه فناوری که میاد شبیه سازی کامل فرایند اجرای ساختمون رو انجام میده و بهینه سازی کامل اون رو انجام میده و خیلی از مشکلات اجرایی رو در هنگام پروژه میتونیم به استفاده از این مدل جلوگیری کنیم. یکی از چالش‌های مهمی که در واقع ما توی پروژه ها داریم اینه که منابع ما محدود هست. حالا منابع انسانی، منابع از نظر مثلا ماشینالات و مساله اینا محدود هست. ما اگه بتونیم تخصیص صحیح منابع رو داشته باشیم اون پروژه رو در واقع تونستیم به نوعی درست اجراشون کنیم و مدیریت ساخت میاد با برنامه‌ریزی کارآمد با استفاده از بهینه منابع، یعنی استفاده بهینه منابع رو در واقع تضمین میکنه و جلوگیری میکنه از پرت مساله، پرت در واقع زمان. خیلی مهم هست توی پروژه ها و شرکت های عمرانی موفقی که در سطح دنیا هستن میان مدیریت در واقع کارآمد پروژه ها رو دارن که مهندسینی که مثلا توی گرش محیط گرش مدیریت ساخت در واقع تخصص دارن با استفاده از در واقع بهره‌وری بالا، مسائل مدیریتی اینو دیگه، بهره‌وری میتونن در واقع اون کاهش هزینه ها رو در پی داشته باشن و افزایش سود رو برای شرکت ها برنامه بیارن و عملا در کنار کاهش هزینه ها ما افزایش کیفیت، افزایش ایمنی و بحث بهینه‌سازی زمانبندی پروژه و استفاده از در واقع منابع بهتر رو در واقع میتونیم استفاده بهتر از منابع کلیدیمون رو میتونیم در واقع توی پروژه داشته باشیم. حالا درسایی که شما توی گرایش در واقع مهندسی مدیریت ساخت در رشته مهندسی عمران در مقطع لیسانس دارین، یکی مدیریت پروژه ساخت هست، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه هست، درس اقتصاد مهندسی هست، درس در واقع روش‌های اجرایی ساختمان هست، مدیریت کیفیت در ساختمان هست و روش‌های نوین در مدیریت ساختمان. درسایی که توی این گرایش شما میخونید و زمینه‌های کاریش هم که دیگه گفتم دیگه، کلا در همه پروژه ها میتونه یک مهندس مدیریت ساخت حضور داشته باشه. بچه این اگه می‌بینید یه سری سوال هایی هستش که این سوال ها رو اگه شما در واقع به نوعی جوابهاش رو پیدا کنید، همینها در واقع توی امتحان نهاییتون، امتحان پایانیتون رو هم شامل همین در واقع مسائل خواهد شد. خب بچه فصل سوم، ما این فصل سوم مطالعهش رو به خودتون واگذار میکنیم و عرض شود که تو امتحان هم ازش سوالی نمیاد. اون چیزاییه که این مقدار در واقع بحث های حاشیه‌ای هستش، اینا خودتون میتونید مطالعهش کنید و تو امتحان هم از این فصل دیگه چیزی نمیاد. ما میرسیم به فصل چهارم که روش های پژوهش در مهندسی عمران هستش که حالا ببینیم پژوهش در مهندسی عمران به چه ترتیبی عمل میکنه. خب بچه تا اینجا سوالی ندارین؟ سوالی موردی؟ بله، من این فایل رو همین الان بعد از کلاس به سامانه بارگذاری میکنم. اجازه بدید همین الان بارگذاری کنم تا فراموش نکردم.
نشد متاسفانه نتونستم منو برگزاری کنم. اجازه بدید بعد کلاس کار رو انجام بدم. خب عرض کنم که خب سوال پرسیدین که امتحان کلا چند فصله. کلا بچه ها کل این جزوهی که میبینید در امتحان هست. اون تا حالا امتحان رو ما در واقع خیلی ساده میگیریم، یعنی همین سوالایی که آخر هر فصل هستش امتحان شامل همین سوال ها میشه و یه چیز پیچیده نیست. بچه نگران نباشه، رو درس هم درسی که به صورت یک وایدیه اینقدر چیز خارق العاده ای شما نمیشون. خب عرض شود که میرسیم به قسمت انواع پژوهش در واقع مهندسی عمران. خب ببینید در دنیای علم و در واقع علوم کلا شناختی یکی از اساسی ترین موضوعات بحث پژوهش هستش. ببینید در پژوهش ما با استفاده از راهکارهای فناوری، راهکارهای علمی میایم حالا خصوصا تو پروژه عمرانی با استفاده از این راهکارها و این فناوری‌های جدید هدفمون اینه که بهبود کیفیت و بهبود ایمنی و پایداری پروژه عمرانی رو بهبود بخشیم و افزایش بدیم. این با پژوهش این امر انجام میشه، با مطالعات پژوهشی این کار رو میتونیم انجام بدیم که ما بیایم چالش هایی که داریم رو شناسایی کنیم. مثلا چالش ها میتونه بحث همین تغییرات اقلیمی باشه، میتونه بحث افزایش جمعیت باشه، میتونه خود فرسودگی اون سازه ها باشه. اینا عملا چالش هایی که ما در مسائل پژوهشی باید به اینا جواب بدیم. یعنی بعضی از موارد هستن که با روش هایی که به صورت سنتی در حالا علم ها و درس های مختلف فرا گرفتیم با اونها جوابگوی این چالش ها نیست. بعضی از چالش ها نیست. پس تو پژوهش، توی در واقع مطالعاتی که ما به عنوان حرکت در مرز دانش هستیم توی این میتونیم به دست بیاریم جواب و راهکارهایی که توی استفاده از اون راهکارها میتونیم چالش ها رو جواب بدیم. حالا این راهکارها میتونه مثلا مثل مصالح هوشمند باشه، مصالح نوین باشه، میشه روش های ساخت نوین باشه، روش هایی که سریعتر ساخت رو انجام میدن، روش های مثلا سیستم های نظارت پیشرفته رو میتونیم داشته باشیم. اینا میتونن مسائلی باشن که تو پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران هستش که نتیجهش هم میتونه در واقع کاهش هزینه ها باشه، میتونه افزایش طول عمر ساختمون ها باشه، سازه ها باشه، با مثلا تطبیق زیرساخت ها با نیازهای آینده بشه که خیلی امر مهمیه بحث پژوهش و باید سرمایه گذاری بشه توی پژوهش و عملا اگر سرمایه گذاری در این امر نباشه ما زیرساخت های ایمن و پایداری هم نخواهیم داشت اگر پژوهش های دقیقی انجام نشه توی این حوزه. حالا ما انواع پژوهش ها رو داریم در مهندسی عمران که در حقیقت 3 دسته میشن که دسته اولش بیسیک ریسرچ یا پژوهش‌های پایه‌ای هستند. دسته دوم اپلاید ریسرچ یا پژوهش‌های کاربردی هستند و دسته سوم هم دیولپمنت ریسرچ یا همون پژوهش‌های توسعه‌ای هستند که حالا می‌خوایم این 3 دسته رو در واقع کامل توضیح بدیم تو این قسمت. خب
عرض به خدمتتون که خب بچه پژوهش‌های پایه‌ای هدفش در واقع افزایش دانش علمی و در واقع درک پدیده‌های طبیعی هستش. یعنی عملا لزوما کاربرد عملی کمتر مطرح هستش توی پژوهش پایه‌ای. مثلا به عنوان مثال تو مهندسی عمران بخوایم مثال بزنیم، مثلا رفتار میکروسکوپی بتون رو بخوایم بررسی کنیم که مثلا بیایم درک بهتری روی ویژگی های اون مصالح بتون رو مثلا داشته باشیم، میشه پژوهش پایه‌ای. یعنی تو پژوهش پایه‌ای بچه ها تاکید بر نظریه پردازی هستش و تاکید بر کشف اصول علمی جدید هستش. یعنی پژوهش پایه‌ای عملا تو کوتاه مدت شاید از لحاظ کاربردی زیاد نتونه کاربردی رو برای ما داشته باشه، ولی در بلند مدت این بیس و پایه میشه که فناوری های جدید رو بر اساس اون میتونیم ما توسعه بدیم. معمولا هم این پژوهش های کاربردی توی مثلا محیط های آکادمی، تو مراکز تحقیقاتی، تو دانشگاه ها اینا انجام میشه و عملا پژوهشگرانی که تو این حوزه ها کار میکنن شاید بتونیم بگیم که اصلا نیازی به یعنی نیازی رو نمیبینن که سریعتر کاربردش رو در صنعت بخوان در واقع مطالعه داشته باشن، فقط بحث مطالعه دارن و کشف اون حقایق علمی رو ایجاد میکنن و پایه و اساس این، یعنی این پژوهش‌ها پایه و اساسی میشن به پیشرفت‌های علمی و عملا در کوتاه مدت نتایجش دیده نمیشه در صنعت و در جامعه. در برابر اون، یعنی در مقابل پژوهش پایه‌ای، پژوهش کاربردی هستن که هدفش حل مسائل و چالش علمی صنعت و جامعه است. یعنی ما بیایم با استفاده از یه سری دانش، با استفاده از دانش خودمون، تئوری هایی که وجود دارن، بیایم یک چالش علمی رو، یک چالشی که تو صنعت، تو علم وجود داره، اون بیایم حل کنیم. مثلا توی مهندسی عمران مثلا بیایم روشی رو پیاده کنیم برای مقاوم سازی پل‌های قدیمی. مثلا ما پل قدیمی داریم، بیایم روشی رو برای اینکه بتونیم طول عمر اون سازه رو افزایش بدیم، ایمنی اون سازه رو افزایش بدیم، بیایم روشی رو پیاده کنیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. این عملا میشه گفت یه پژوهش کاربردی محسوب میشه. یعنی عمده در واقع میشه گفت فعالیتی که در پژوهش کاربردی هست اینه که بیایم نیازهای فوری و مشکلاتی که به صورت بالفعل در صنعت، در جامعه، در صنعت ساخت اینا وجود داره، بیایم این نیازها رو در واقع رفع نیاز کنیم. و ویژگی اصلی پژوهش کاربردی همینه که کاربردی بودن و عملی بودن نتایجشه. یعنی به سرعت ما میتونیم اینو ملموس تستش کنیم، ببینیم نتایجش رو، یعنی میتونه به راحتی پیاده سازی و اجرا بشه. این پژوهش ها در واقع در علاوه بر اینکه در مراکز دانشگاهی میتونه انجام بشه، در حتی صنعت هم میتونه این پژوهش‌ها انجام بشه. یعنی به صورت مشترک، یک کار مشترکی بین صنایع و مراکز دانشگاهی میتونه انجام بشه. پس عملا
نیازهای واقعی بازار، نیازهای واقعی صنعت رو با اعتبار از این پژوهش ها میتونیم پوشش بدیم، یا به نوعی پلیه بین تئوری و عمل و به نوعی راهکارهای عملی برای مسائل و چالش های پیچیده مهندسی رو ارائه میده. پژوهش کاربرد و پژوهش توسعه‌ای چی هم؟ پژوهش توسعه‌ای هم هدفشون در حقیقت ارتقا و یعنی بهبود مسائل و فرآیندهای مهندسی و فرآیندهای فناوری هستش. یعنی مثلا تو مهندسی عمران ما بیایم مثلا توسعه بتونی داشته باشیم با عملکرد فوق‌العاده، بتون‌های ویژه، مثلا بتون‌های جدید، بتون‌هایی که مقاومت و دوامشون بالاتره نسبت به بتون‌های معمولی. و مثلا تو ساختمان‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیره، مثلا پل‌ها، مثل ساختمان‌های بلند مرتبه، برج‌ها، یا مثلا پل‌هایی که دهانه‌های بالا دارن. اینا میتونن مثلا بتون‌های ویژه‌ای رو باید استفاده کنیم. این توسعه این بتون‌ها تو پژوهش‌های توسعه‌ای میاد. یعنی عملا ما در این نوع پژوهش عمدتا میایم ایده های علمی رو به نمونه های عملی و کاربردی تبدیلشون میکنیم. یعنی میایم با استفاده از آزمایش های متعددی که انجام میدیم، فرآیندها رو انقدر تکرار میکنیم، انقدر اون ایده ها رو به نوعی چکشکاری میکنیم، به نوعی اصلاح میکنیم و طرحها رو یکی پس از دیگری میاریم و تا نهایتا به اون محصول نهایی برسیم. اون محصول نهایی بهینه هست. این پژوهش ها معمولا تو شرکت های مهندسی، تو مراکز تحقیقات صنعتی و آزمایشگاه تخصصی صنعتی پیگیری میشه. دیگه تو دانشگاه ها شاید کمتر این کار انجام بشه، چون عملا با متریال سر و کار داره، عملا با اون مواد سر و کار داره. چون تو محیط دانشگاهی شاید کمتر ما بتونیم اینقدر واضح با مصالح و در واقع متریال ها سر و کار داشته باشیم. عملا مستقیما نیازهای بازار و نیازهای صنعت رو این تحقیق ها و این پژوهش ها پوشش میدن. هدف نهایی اونها تولید محصوله، تولید فرایندیه که قابلیت تجاری سازی داره. مثلا شرکت هایی که شرکت های دانش بنیان خصوصا اینا میتونن این کار رو انجام بدن که امروز هم خیلی بهشون تاکید میشه. خب بنابراین این پژوهش ها میتونه نقش حیاتی توی پیشرفت فناوری های نوین داشته باشن و چالش هایی که تو مهندسی عمران وجود داره رو عملا با استفاده از این پژوهش ها و با استفاده از این فناوری ها میتونیم ما با پیشرفت این فناوری ها میتونیم در واقع اون چالش ها رو رفع کنیم. ببینید، ما اگه بخوایم به صورت خلاصه پژوهش رو مطرح کنیم، این سه تا پژوهش به صورت زنجیره‌ای هستش. یعنی ابتداً اون پژوهش های پایه هستن که در واقع ایده های کاربردی رو میتونن در واقع برای ما برمغان بیارن که با استفاده از اون ایده های کاربردی ما میتونیم در نهایت توی پروژه توسعه‌ای اون ایده رو تجاری سازی کنیم. یعنی پس بنابراین میتونیم بگیم که بخوام خیلی ساده بگیم، پژوهش پایه‌ای به دنبال کشف حقایق علمی هست. یعنی میگه چرا، و تو پژوهش های کاربردی ما حل مشکلات واقعی رو داریم و چگونه حل کردن اون مشکلات برای ما تو پژوهش کاربردی مطرح میشه. و توی پژوهش های توسعه‌ای دنبال ارتقای فناوری های موجودی، یعنی بهبود میبخشیم مسائلی که داریم رو. خب بچه، این
سه دسته پژوهشی بود که توی حالا همه علوم هست، خصوص تو مهندسی عمران، و در واقع در ادامه میخوایم بحث فرآیندهای علمی تحقیق رو و مراحلی که باید هر تحقیق باید انجام بشه میخوایم مطرح کنیم که دیگه این انشالله ادامهش باشه برای جلسه هفته آینده. اگر بچه سوالی ندارین، کلاس امروزمون تموم هست. انشالله ادامهش جلسه آینده در خدمت هست. بچه امتحان به صورت تشریحیه، امتحان به صورت تشریحی هستش و در واقع شاید هم حالا تستی هستن باشه، اینو باید ببینم به چه ترتیبی خواهد بود، ولی به احتمال زیاد به صورت تشریحی خواهد بود. خب خیلی متشکرم، ممنونم.